به نام خدا. در این جلسه با شاخصهای علم سنجی آشنا خواهیم شد. هدف توی علم سنجی سنجش تحقیقات و تولیدات علمیه که توسط مراکز علمی مختلف تولید میشن و همچنین توسط نویسنده های مختلف. توی علم سنجی هدف ارزیابی و تعیین بازده این مراکز علمی و نویسنده ها هست. در حقیقت توی علم سنجی سعی میشه تا با محاسبه یک سری شاخصهای کمی کارایی تحقیقات و پژوهش‌های علمی اندازه‌گیری بشه و برای اندازه‌گیری این شاخصهای کمی معمولاً از یک سری معیارهای استفاده میشه، مثل میزان ارجاعاتی که مقالات به هم دیگه دارن، اینکه یک مجله چند تا مقاله توی یک بازه زمانی منتشر کرده و این تعداد مقالاتش چند بار توسط مقالات دیگه مورد ارجاع قرار گرفته، یک نویسنده چند تا مقاله داره و مقالاتش چند بار تونسته استناد دریافت کنه نسبت به مقالات دیگه. اینها مواردی هستش که کمک میکنه که ما میتونیم به یک سری اعداد و ارقام برسیم که اونها رو به عنوان شاخصهای علم سنجی میشناسیم و این اعداد و ارقام به ما کمک میکنه که میتونیم مجلات مختلف رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و تشخیص بدیم که کدوم یک از این مجلات از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و همچنین نویسنده‌های مختلف رو هم میشه با هم دیگه مقایسه کرد. به این ترتیب با استفاده از این اعدادی که به دست آوردیم یک رتبه بندی بر اساس نویسنده‌های مختلف، بر اساس میزان کاری که و تحقیقاتی که انجام دادن و این اثرگذاری تحقیقاتشون به چه میزان بوده میتونیم انجام بدیم. شاخص‌های مختلفی هستن که ما برای این منظور کمک میکنن که چند شاخص انتخاب شده که با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. شاخص H برای مقایسه هم مجلات و هم نویسندگان مورد استفاده قرار میگیره. شاخص I10 شاخصی هستش که توسط گوگل اسکالر برای مقایسه نویسنده های مختلف با هم دیگه مورد استفاده قرار میگیره. شاخص G که تغییر یافته‌ای از شاخص H هستش و به دلیل نقاط ضعفی که در شاخص H وجود داشته، شاخص G اومده که یکی از این نقاط ضعف رو پوشش بده. شاخص IF یا ضریب تأثیر در حقیقت ایمپکت فاکتور مربوط به مجلات مختلف هستش. این شاخص توسط پایگاه وب آف ساینس و برای مجلاتی که دارای رتبه علمی ISI هستند منتشر میشه. شاخص ایگن فاکتور، این شاخص در حقیقت اصلاح شده ای از شاخص IF هست. شاخص ایمیدیسی ایندکس یا شاخص فوریت یا شاخص آنی یکی دیگه از شاخص‌هایی هست که برای مقایسه مجلات مختلف با هم دیگه مورد استفاده قرار میگیره. و از دیگر شاخص‌هایی که برای مقایسه مجلات ازش استفاده میشه شاخص SJR، سایت اسکور و اسنیپ هست که با هر کدوم از این شاخص‌ها در ادامه آشنا میشه. تعریف شاخص H به این صورت هستش که بزرگترین عدد H'i که H مقاله منتشر شده حداقل H استناد دریافت کرده باشه رو اگر به دست بیاریم، اون عددی که به دست آوردیم رو شاخص H اسمش میذاریم. معمولا تو محاسبه همه شاخص‌ها به این صورت هستش که میشه بازه مربوط به مقالاتی که مورد نظرمون هست رو محدودش بکنیم. به عنوان مثال در شاخص H امکان محاسبه H5 ایندکس هم وجود داره. توی H5 ایندکس به جای اینکه همه مقالات منتشر شده توسط یک مجله رو توی سالهای مختلف و یا یک نویسنده رو توی سالهای مختلف در نظر بگیریم، مقالات اون مجله و یا نویسنده رو محدود میکنیم به 5 سال اخیر و بعد محاسبه شاخص H رو تنها برای مقالات منتشر شده توی 5 سال اخیر برای اون مجله یا برای اون نویسنده انجام میدیم. خب اگر این محدودیت 5 ساله رو در نظر بگیریم برای مقالات منتشر شده توسط یک مجله یا نویسنده و بعد تنها محاسبات مربوط به شاخص H رو در خصوص مقالاتی که توی اون 5 سال منتشر شدن انجام بدیم، اون وقت اسم این شاخص خواهد شد شاخص H5 ایندکس. امکان محاسبه میانه مربوط به شاخص H هم وجود داره. این میانه رو هم میشه برای شاخص H و هم برای شاخص H5 اندازه‌گیری کرد. یک سری اعدادی داریم که این اعداد هستند که در حقیقت از اونها استفاده شده که بتونیم شاخص H رو محاسبه بکنیم. میانه اون اعداد رو اگه به دست بیاریم اون رو با نام H مدیان میشناسیم و اگر میانه اعداد مربوط به مقالاتی که برای محاسبه شاخص H5 استفاده شدن رو به دست بیاریم، اون H5 مدیان خواهد بود. برای اینکه این تعریف خورده واضح‌تر بشه، تعریف H ایندکس که ممکنه که خورده مبهم باشه، این مثال رو با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر شخصی تعداد 10 مقاله داشته باشه
و این 10 مقاله‌ای که این شخص نوشته به این ترتیب تعداد ارجاعاتی بودن که این مقالات شخص دریافت کرده. یعنی اینکه مقاله اولی که نوشته بوده 12 تا ارجاع توسط مقالات دیگه به اون انجام شده. مقاله دومش 1 دونه ارجاع تونسته دریافت کنه. مقاله سومش تا کنون هیچ ارجاعی دریافت نکرده. مقاله چهارمش 7 تا ارجاع توسط مقالات دیگه به اون انجام شده. مقاله پنجمش 15 تا ارجاع دریافت کرده تا حالا. مقاله ششمش 4 و بقیه مقالاتش 2، 1، 5 و 4 ارجاع تونستن هر کدوم از این مقالاتش دریافت بکنن. میخوایم برای این نویسنده شاخص اچش رو محاسبه بکنیم و همچنین اچ مدیانش رو هم محاسبه بکنیم. می‌بینید که مقالات این شخص به صورت کلی در نظر گرفته شده و فقط مقالات مربوط به یک تعداد سال خاصی ازش در نظر گرفته نشده. به همین خاطر ما داریم به صورت کلی اچ ایندکسش رو محاسبه می‌کنیم و همچنین اچ مدیانش رو به دست میاریم. اگر تنها مقالات منتشر شده توسط این شخص توی 5 سال اخیر رو در نظر می‌گرفتیم که ممکنه که از این 10 مقاله مثلا 5 یا 6 مقالش مربوط به 5 سال اخیر این شخص بوده، اون وقت شاخص H5 ایندکس یا H5 مدیانش رو داشتیم محاسبه می‌کردیم. برای محاسبه شاخص H از روی این 10 تا مقاله‌ای که این شخص داشته با این تعداد ارجاعاتی که مقالاتش توسط مقالات دیگه دریافت کرده، اولین کاری که باید انجام داد اینه که باید مقالات رو بر اساس تعداد ارجاعاتی که دریافت کردن به صورت نزولی مرتب کرد. یعنی به این صورتی که اینجا داریم می‌بینید. بهترین مقالهش این مقاله پنجم بوده که تا حالا 15 بار توسط مقالات دیگه بهش استناد شده. مقاله بعدی بهترینش این مقاله بوده که 12 بار بهش استناد شده. بعداً مقاله بعدیش 7 بار استناد شده. مقاله بعدیش 5 بار. مقاله بعدی 4 بار. یک مقاله دیگه هم داشته که 4 بار. یک مقاله 2 بار. یک مقاله داشته که 1 بار. یک مقاله دیگه هم داشته که 1 بار و یک دونه مقاله داشته که هیچ بار مورد استناد قرار گرفته. به این ترتیب اونها رو به صورت نزولی تعداد ارجاعاتشون رو مرتب میکنیم. حالا بر اساس این تعریفی که این بالا هست گفته بزرگترین عدد H رو باید پیدا بکنیم که در صورتی که نویسنده H مقاله منتشر کرده باشه هر کدوم از اونها حداقل H بار بهشون استناد شده باشه. خب بنابراین اگر H ایندکس این رو 1 در نظر بگیریم این نویسنده ما 1 مقاله داره که حداقل 1 بار استناد شده باشه. این مقاله اولش. ولی این بزرگترین عدد H نیست. اگر Hش رو 2 در نظر بگیریم این نویسنده ما 2 مقاله داره که حداقل هر کدوم از اونها 2 بار مورد استناد قرار گرفتن. عدد H رو به 3 افزایش بدیم این نویسنده ما 3 مقاله هم داره که هر کدوم از اونها حداقل 3 بار مورد استناد قرار گرفتن. بنابراین تا 3 Hش میتونه باشه تا اینجا. H رو به 4 افزایش بدیم. بله این نویسنده 4 مقاله داره که هر کدوم از اونها حداقل 4 بار بهشون استناد شده. این 4 مقاله اولش. و اچش رو به 5 افزایش بدیم و میبینیم که اچ این نویسنده نمیتونه برابر با 5 باشه به خاطر اینکه 5 مقاله نداره که هر کدوم از اونها حداقل 5 بار مورد استناد قرار گرفته باشن. اگر این مقاله‌ای که اینجا داره اگر 1 بار دیگه بهش استناد بشه اون وقت اچش میتونه برابر با 5 باشه. بنابراین بر اساس عددی که اینجا داریم تنها تا این قسمت میشه جلو اومد و بنابراین شاخص اچ مربوط به این نویسنده برابر با 4 هست. این نویسنده ما 4 مقاله داره که هر کدوم از مقالاتش حداقل 4 بار بهش استناد شده باشه. اچ مدیان مربوط به این نویسنده میشود میانه مربوط به همین 4 تا عددی که برای محاسبه شاخص اچ ازش استفاده شد. 4 عددی که اینجا وجود داره در صورتی که اعداد فرد بود عدد وسطی به عنوان اچ مدیان در نظر گرفته میشد، ولی وقتی که اعداد زوج هست نصف به اضافه 1 به عنوان مدیان یا میانه در نظر گرفته میشه. بنابراین از این 4 عددی که اینجا داریم نصف به اضافه 1 یعنی این عدد سوم اینجا که عدد 7 هست میشود میانه اچ مدیان مربوط به این نویسنده. بنابراین نویسنده شاخص اچش برابر با 4 هست و اچ مدیانش برابر با 7. شاخص آیتم رو گوگل اسکالر استفاده میکنه برای مقایسه نویسنده های مختلف با هم دیگه. آیتم ایندکس تعداد مقالات منتشر شده توسط یک نویسنده است که حداقل هر کدوم از اونها 10 بار بهشون استناد شده باشه. برای این نویسنده‌ای که توی مثال قبلی داشتیم
می‌بینیم که 2 تا از مقالات این نویسنده حداقل 10 بار بهش استناد شده. بنابراین آیتن مربوط به این نویسنده برابر با عدد 2 هست. شاخص G در حقیقت به این خاطر معرفی شد که یکی از ضعف‌های شاخص H رو پوشش بده. تو شاخص H مقالات پر استناد در نظر گرفته نمیشن. در شاخص G برخلاف شاخص H سعی میشه که اون مقالاتی که استنادات خیلی زیادی دریافت کردن اونها یک وزن بیشتری پیدا کنن نسبت به سایر مقالات. تعریف شاخص G به این صورت هستش که شاخص G میشه بزرگترین عدد G که میشه به دست آورد که G مقاله یک نویسنده و یا یک مجله حداقل G به توان 2 تا استناد دریافت کرده باشه. برای مثال از همون مثالی که توی شاخص H بود استفاده میکنیم و این دو رو با هم دیگه مقایسه میکنیم ببینیم که شاخص G برای این نویسنده به چه صورت خواهد شد. نویسنده‌ای داشتیم که 10 تا مقاله داشت و تعداد ارجاعات مقالاتش به این صورت بود. شاخص G این نویسنده رو میخوایم به دست بیاریم. برای محاسبه شاخص G ابتدا کاری که انجام میدیم اینه که مشابه با شاخص H ابتدا تعداد مقالات شخص رو به صورت نزولی بر اساس تعداد استناداتش مرتب میکنیم. مقاله اولش که بیشترین استناد رو گرفته 15 استناد بوده، مقاله دومش 12 تا استناد، بعد 7 تا، 5 تا و به همین طریق تعداد استنادات کمتر برای مقالات دیگه‌اش داشته. در اینجا برای اینکه بتونیم شاخص G رو محاسبه بکنیم نیاز داریم که بتونیم این تعداد استنادات رو با هم دیگه جمع بزنیم. برای مقاله اولش 15 تا استناد وجود داشته، برای مقاله اول و دومش با هم دیگه 27 تا، یعنی 12 رو با 15 جمع زدیم شده 27 تا. برای 3 مقاله اولش چون مقاله سومش 7 تا استناد دریافت کرده بوده با این 27 اگر جمع بزنیم میشه از 34 تا. 3 مقاله اولش یعنی 34 تا استناد دریافت کرده و به همین طریق این اعداد رو باید جمع بزنیم تا اینکه یک سری اعداد این پایین داشته باشیم که اینا میشن مجموع استناداتی که تعدادی از مقالات این نویسنده دریافت کرده. یعنی 4 مقاله اولی که این نویسنده داشته 39 تا استناد در مجموع دریافت کرده. 5 مقاله اولش 43 تا استناد، 6 مقاله اولش 47 استناد و به همین طریق تا الی آخر که کل استناداتی که این نویسنده برای همه مقالاتش توسط مقالات دیگه به دست آورده 51 استناد تونسته به دست بیاره. بر اساس این تعریف بزرگترین عدد G که G مقاله یک شخص حداقل G به توان 2 بار استناد دریافت کرده باشه. خب بنابراین بر اساس این چیزی که توی این جدول دارین می‌بینین که توی این قسمت مثلا 5 رو اگه در نظر بگیریم اون وقت باید این 5 مقاله حداقل 25 بار یعنی 5 به توان 2 بار استناد دریافت کرده باشه که می‌بینیم که این شاخص G این نویسنده میتونه 5 باشه چون که 5 مقاله اولش خیلی بیشتر از 25 بار استناد دریافت کرده. شاخص G 6 هم میتونه باشه چون 6 به توان 2 میشه 36 در صورتی که 6 تا مقاله اول این نویسنده 47 بار بهشون استناد شده بوده که بیشتر از 36 هست. به همین طریق اینو باید ادامه داد و بزرگترین عدد ممکن رو به دست آورد و اگر 7 رو انتخاب بکنیم 7 تا میشه 49 تا و میبینیم که بله دقیقاً به اندازه 49 بار 7 مقاله اول این نویسنده مورد استناد قرار گرفته. بنابراین شاخص G این نویسنده برابر با 7 هست. خب واضحه که عدد 8 نمیتونه شاخص G این نویسنده باشه به خاطر اینکه باید 8 مقاله اولش حداقل 8 به توان 2 بار یعنی اینکه 64 بار استناد دریافت میکرد ولی 8 مقاله اول این شخص فقط 50 بار تونستن استناد دریافت کنن. بنابراین شاخص G این نویسنده برابر با 7 هست و شاخص H را هم که قبلا محاسبه کرده بودیم برابر با 4 بود. همیشه شاخص G عددی بزرگتر یا مساوی شاخص H به دست میاد.
نحوه محاسبه شاخص تأثیر یا ایمپکت فاکتور به این صورت هست که تعداد استنادات و مقالات شماره‌های یک نشریه که در 2 سال قبل منتشر شدن رو تقسیم می‌کنیم بر تعداد کل مقالات این نشریه در اون 2 سال. به عنوان مثال در صورتی که بخوایم ببینیم در سال 1393 شاخص تأثیر یا ایمپکت فاکتور مربوط به نشریه افق دانش چه عددی هست و در سال 93 تعداد 40 استناد به مقالات این نشریه که توی سال‌های 1391 و 92 منتشر شده انجام شده باشه، عدد مربوط به ایمپکت فاکتور این نشریه برابر خواهد بود با 40 تقسیم بر تعداد مقالات این نشریه در سال‌های 1391 و 92. در سال 1391 15 مقاله داشته و در سال 1392 20 مقاله، تعداد کل مقالاتش 35 مقاله خواهد بود و در صورتی که در سال 1393 تعداد 40 استناد به مقالات این 2 سال انجام شده باشه، شاخص تأثیر این نشریه 40 به روی 35 یا 1/14 خواهد. شاخص ایگن فاکتور یا شاخص ضریب جامع ارزشی یکی دیگر از شاخص‌هایی هستش که برای مقایسه مجلات مختلف با هم دیگه مورد استفاده قرار میگیره. این شاخص تنها مخصوص نشریات است، مخصوص مجلات و نشون دهنده اهمیت و اعتبار یک نشریه است. در حقیقت توی این شاخص سعی شده تا اصلاحاتی در خصوص شاخص ایمپکت فاکتور یا IF مربوط به نشریات انجام بشه. در محاسبه شاخص IF کلیه ارجاعاتی که به مقالات یک نشریه اتفاق میفته همه یک ارزش یکسانی دارن و همچنین ارجاعات میتونه توسط خود اون نشریه هم انجام شده باشه، در صورتی که این موارد توی محاسبه ایگن فاکتور در نظر گرفته نمیشه. ارجاعات از یک نشریه با خودش در نظر گرفته نمیشه و همچنین ارجاعات توسط نشریات مختلف وزنهای مختلفی رو به خودشون میگیرن، در صورتی که ارجاعی که به یک مقاله انجام شده توسط یک مقاله‌ای بوده که توی یک مجله با اعتبار بالایی وجود داشت چاپ شده بوده، در اون صورت این ارجاع اعتبار بیشتری به اون مقاله خواهد داد تا اینکه از یک مقاله‌ای که توی یک مجله با اعتبار پایین ارجاعی به یک مقاله انجام شده باشه. در حقیقت توی ایگن فاکتور مجلاتی از اهمیت بیشتری برخوردار میشن که مقالات اونها توسط مجلات مهمتری مورد ارجاع قرار گرفته باشه. نحوه محاسبه اون فرمول سرراستی نداره که بشه بهش اشاره کرد، محاسبهش پیچیده است و محاسباتش توسط سایت eigenfactor.org انجام میشه و منتشر میشه و امکان دسترسی بهش وجود داره. دیگری که در محاسبات علم سنجی از اون استفاده میشه شاخص آنی یا ایمیدیسی ایندکس. شاخص آنی تعداد استنادها به مقالات منتشر شده توی یک سال خاص از یک نشریه رو بررسی میکنه. در حقیقت حاصل شاخص آنی تعداد استنادها به مقالات شماره های یک نشریه توی یک سال تقسیم بر تعداد مقالات اون نشریه در همون سال خواهد. به عنوان مثال اگر نشریه افق دانش در سال 1393 تعداد 20 مقاله منتشر کرده باشه و در همون سال 1393 از نشریات دیگه 2 بار ارجاع به مقالات این نشریه اتفاق افتاده باشه، شاخص آنی یا ایمیدیسی ایندکس برای این نشریه 2/20 یا 1/10 خواهد. یکی از شاخص‌های ارزیابی مجلات شاخصی با عنوان SJR. این شاخص رتبه‌بندی بین مجلات مختلف رو انجام میده و توسط گروه پژوهشی به همین نام توی دانشگاه گراندای اسپانیا قرار گرفته که این رتبه‌بندی رو انجام میده. ارزیابی و رتبه‌بندی رو بر اساس مقالاتی که در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس وجود داره انجام میدن و توی این ارزیابی کیفیت مقالات و اعتبار مجلات رو توی رتبه‌بندی در نظر. در حقیقت ایده‌ای که در این روش رتبه‌بندی از اون استفاده میشه اینه که در صورتی که یک مقاله ارجاعی رو دریافت میکنه، اون وقت بسته به این که این ارجاع رو از یک مجله معتبر گرفته یا از یک مجله‌ای که از اعتبار کمتری برخوردار هست، ارزشی که این ارجاع برای اون مجله خواهد داشت متفاوت. اگر مقاله‌ای در مجله‌ای به عنوان مثال مجله C توسط مقاله‌ای در مجله A مورد استناد واقع شده و همچنین مقاله دیگی در مجله B هم به همون مقاله از مجله C ارجاع داده و در صورتی که
اعتبار مجله A بیشتر از مجله B باشه، اون وقت ارزشی که این استناد برای مجله C خواهد داشت از مقاله‌ای که در مجله A هست ارزش بیشتری رو دریافت خواهد کرد. این روش در حقیقت همون روشی هست که شرکت گوگل برای رتبه‌بندی نتایج خودش ازش استفاده میکنه. الگوریتمی با عنوان پیج رنک وجود داره که از اون الگوریتم کمک میگیره برای اینکه تشخیص بده که کدوم صفحات رو باید توی ابتدای نتایج هنگامی که در گوگل جستجو می‌کنید نمایش بده. یک الگوریتم تکراری هست که اعتبار مجلات مختلف رو محاسبه میکنه و از طریق اون اعتبار ارزشی که باید هر استناد به مقالات مجلات دیگر به اون مجله منتقل بکنه رو محاسبه خواهد کرد. شاخص ایمپکت پر پابلیکیشن نحوه محاسبهش به این صورت هست: در صورتی که برای یک مجله خاصی داریم این شاخص رو محاسبه میکنیم، در یک سال خاصی تعداد استنادهایی که به مقالات منتشر شده این مجله در 3 سال گذشته انجام شده رو تقسیم میکنیم بر تعداد کل مقالاتی که در این مجله در 3 سال گذشته به چاپ. به عنوان مثال، اگر در سال 1393 برای مقالاتی که در نشریه A به چاپ رسیدن توی 3 سال قبلش 40 تا ارجاع توی مجلات دیگه اتفاق افتاده و تعداد کل مقالاتی که نشریه A توی این 3 سال گذشته، یعنی سالهای 90، 91 و 92 داشته، کلا 40 مقاله باشن، اون وقت به طور متوسط به هر مقاله 40 تقسیم بر 80 بار ارجاع شده و این همون فرمولی هست که برای محاسبه IPP ازش استفاده میشه. IPP بر اساس فرمول فوق خواهد شد 40 تعداد استنادهایی که به مقالات این نشریه توی 3 سال گذشته انجام شده تقسیم بر 80 تعداد مقالاتی که نشریه توی 3 سال گذشته داشتن و به این ترتیب برای این مثال ما IPP برای این مجله در سال 1393 نیم خواهد. شاخص SNIP در حقیقت نوع اصلاح شده شاخص IPP هست. SNIP مخفف Source Normalized Impact Per Paper. برای محاسبه SNIP عدد اولی که به دست میاد همون عددی هست که ما توی محاسبه IPP هم داشتیم و اونو با عنوان ضریب تأثیر خام توی یک سال برای یک مجله میشناسیم. تعداد استنادهایی که به مقالات منتشر شده توی یک نشریه توی 3 سال گذشته انجام شده رو تقسیم می‌کنیم بر کل مقالاتی که یک نشریه توی 3 سال گذشته داشته. فاکتور بعدی که محاسبه میشه و توی محاسبه SNIP تأثیر داره فاکتوری با عنوان پتانسیل استنادی هست. در پتانسیل استنادی توی مقالاتی که ارجاع دادن به مقالات منتشر شده یک نشریه توی 3 سال گذشته، قسمت ارجاعات این مقالات چک میشه و شمارش میشه که در قسمت ارجاعات این مقالات چه تعداد ارجاع به مقالاتی هست که توی 3 سال گذشته منتشر شدن و این عدد رو تقسیم میکنیم به تعداد مقالاتی که به عنوان مقالات استناد کننده به مقالات 3 سال قبل نشریه مورد نظرمون به دست آوردیم. در حقیقت ایده توی محاسبه پتانسیل استنادی این هست که برای فیلدها و حوزه‌های کاری مختلف محاسبه می‌کنیم که در صورتی که یک مقاله داشته باشیم چقدر احتمال وجود داره که توی حوزه کاری ما این مقاله مورد استناد واقع بشه. در بعضی از حوزه‌ها مثل حوزه‌های پزشکی که تعداد مقالات زیادی به چاپ میرسه، به همین ترتیب احتمال مورد استناد واقع شدن یک مقاله بیشتر از حوزه‌هایی هستش که در اون حوزه‌ها مثل حوزه‌های مهندسی تعداد مقالات کمتری نسبت به حوزه‌های پزشکی منتشر میشه. دو عددی که در بالا به دست آوردیم رو به هم تقسیم می‌کنیم و این رو با عنوان SNIP میشناسیم. بنابراین برای محاسبه پتانسیل استنادی در صورتی که مقالات یک مجله رو در 3 سال گذشته در نظر بگیریم، از 3 تا مقاله ارجاعاتی داشته باشیم به مقالات مجله مورد بررسیمون توی 3 سال گذشته، در قدم بعدی ارجاعات موجود در این 3 مقاله بررسی میشن. در مقاله اول به عنوان مثال 4 تا از ارجاعایی هستند که به مقالات 3 سال گذشته انجام شدن. در مقاله دوم 2 تا از ارجاعات به مقالاتی هست که در 3 سال گذشته منتشر شدن و بالاخره در مقاله سوم ما 3 ارجاع وجود داره که مربوط به مقالاتی هست که در 3 سال گذشته منتشر شدن. بنابراین با این فرض پتانسیل استنادی به این طریق محاسبه خواهد شد که تعداد ارجاعات به مقالاتی که در 3 سال گذشته منتشر شدن 4 به اضافه 2 به اضافه 3 تقسیم بر 3 تعداد مقالاتمون و بنابراین عدد 3 به دست خواهد اومد. به عنوان مثال اگر نشریه A در سال 1393 تعداد ارجاعاتی که برای مقالات خودش در 3 سال قبلش منتشر کرده رو در مجلات دیگه به دست میاره تعداد 40 ارجاع باشه و در این 40 ارجاع در مجموع 554 تا ارجاع توی لیست ارجاعاتش وجود داشته باشه که به مقالات منتشر شده توی 3 سال گذشته ارجاع
انجام دادن. و اگر تعداد کل مقالاتی که نشریه A در 3 سال گذشته منتشر کرده 80 مقاله باشه، اون وقت بر اساس فرمول فوق SNIP رو اینطوری میشه محاسبه کرد. SNIP خواهد بود تعداد استنادهایی که به مقالات این نشریه خاص ما در 3 سال گذشته اتفاق افتاده که عدد 40 بود، تقسیم بر تعداد مقالات این نشریه توی 3 سال گذشته که 80 بود، و کل این عبارت تقسیم بر پتانسیل استنادی. پتانسیل استنادی عبارت بود از تعداد مقالاتی که ارجاع گرفتند و توی 3 سال گذشته منتشر شدن و توی هر مجله هم که باشن محاسبات در موردش انجام خواهد شد که تعداد 554 تا بوده، تقسیم بر 40 تعداد مقالاتی که استناد دادن به مقالات منتشر شده توسط نشریه مورد نظر ما، و بنابراین عدد 36000 برای SNIP این نشریه به دست خواهد اومد. شاخص بعدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم شاخصی با نام سایت اسکور هست. این شاخص توسط پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس برای مقایسه مجلات مختلف با هم دیگه محاسبه میشه. نحوه محاسبه اون خیلی شبیه به شاخص‌های ایمپکت فاکتور و IPP هست. منتها با 2 تا تفاوت. تفاوت اول این هستش که محاسبات مربوط به این شاخص یک بازه زمانی 4 ساله رو شامل میشه. بنابراین اگر قراره که محاسبه مربوط به سایت اسکور رو انجام بدیم، نیاز داریم که تعداد مقالاتی که توسط یک مجله توی 4 سال گذشته چاپ شدن و همچنین تعداد استناداتی که دریافت کردن رو در اختیار داشته باشیم که بتونیم محاسبات مربوط به سایت اسکور رو انجام بدیم. تفاوت دوم اون این هستش که وقتی سایت اسکور رو برای سال مثلا 2019 محاسبه می‌کنیم، اطلاعات مربوط به سال 2019 رو هم توی محاسباتمون دخالت میدیم. این کار رو ما توی ایمپکت فاکتور و IPP انجام نمیدادیم. یعنی اگر ایمپکت فاکتور رو برای سال 2019 داریم محاسبه می‌کنیم، اون وقت مقالاتی که تو سال 2018 و 2017 توسط اون مجله منتشر شدن و همچنین تعداد استناداتی که دریافت کردن رو توی محاسباتمون دخالت میدادیم. به عنوان مثال اگر استناداتی که دریافت شده توسط یک مجله‌ای توی سالهای 2016 تا 2019 مجموع کل استناداتی که توسط مقالاتش دریافت شده 1200 استناد بوده، مقالاتی که توی اون 4 سال منتشر کرده، و همچنین تعداد مقالاتی که این مجله توی اون 4 سال منتشر کرده مجموعش برابر با 100 مقاله باشه، در این صورت سایت اسکور این مجله برای سال 2019 مساوی خواهد شد با مجموع تعداد استنادهایی که مقالاتش توی این 4 سال دریافت کردن تقسیم بر تعداد مقالاتی که توی این 4 سال داشته. یعنی اینکه 1200 رو باید تقسیم بر 100 بکنیم و بنابراین عدد 12 خواهد شد سایت اسکور این مجله در سال 2019. توی ادامه 1-2 تا مثال با هم دیگه بررسی خواهیم کرد تا با نحوه محاسبه شاخص‌های مختلف بهتر آشنا بشیم. فرض کنید که نویسنده‌ای وجود داره که 5 مقاله داره که این 5 مقالهش به ترتیب به تعداد 23 بار، 0 بار، 1 بار، 3 بار و 2 بار استناد دریافت کرده. می‌خوایم ببینیم که شاخص‌های H، I10، H مدیان و G این نویسنده برابر با چند است. اولین کاری که برای محاسبه این شاخص‌ها برای این نویسنده خاص باید انجام بدیم اینه که باید مقالات این نویسنده رو به صورت نزولی بر اساس تعداد استناداتی که مقالاتش دریافت کردن مرتب کنیم. بنابراین یه همچین جدولی خواهیم داشت که توی این جدول مقالات این شخص که 5 مقاله داشته به صورت نزولی بر اساس تعداد استناداتش مرتب شده. مهمترین مقالهش مقاله شماره 1 23 تا استناد دریافت کرده، دومین مقالهش 3 تا استناد، سومین مقالهش 2 تا استناد، چهارمین مقاله 1 استناد و پنجمین مقالهش تا کنون استنادی دریافت نکرده. بعد از اینکه اینها رو به صورت نزولی مرتب کردیم، اون وقت بر اساس تعریفمون برای شاخص H ایندکس یک نویسنده برابر با عددی مانند H میشه در صورتی که این نویسنده H مقاله داشته باشه که هر کدوم از اون H مقاله حداقل H بار استناد دریافت کرده باشه. بزرگترین عدد Hی که بتونیم پیدا بکنیم خواهد شد H ایندکس این نویسنده. بنابراین برای این نویسنده مثالمون رو به این صورت چک میکنیم که شاخص H این نویسنده میتونه عدد 1 باشه، چون یک مقاله داره که حداقل 1 بار استناد دریافت کرده باشه. یک مقاله داره که 23 بار استناد دریافت کرده، بنابراین خیلی بیشتر از 1 بار تونسته استناد بگیره. چک میکنیم که آیا H ایندکسش میتونه عدد 2 باشه یا نه. H ایندکس این نویسنده میتونه عدد 2 باشه از اونجایی که این نویسنده 2 مقاله داره که هر کدوم از این 2 مقاله حداقل 2 بار استناد دریافت کرده. یکی از مقالاتش 23 بار و یکی دیگه از مقالاتش 3 بار استناد دریافت کرده، بنابراین
هر دو مقاله‌اش حداقل 2 بار رو استناد دریافت کردن. و بعد به همین ترتیب ادامه میدیم. آیا اچ ایندکس این نویسنده میتونه عدد 3 باشه؟ که بر اساس این اطلاعاتی که ما اینجا داریم نمیتونه عدد 3 باشه، به خاطر اینکه این نویسنده 3 مقاله نداره که هر کدوم از اونها حداقل 3 بار استناد دریافت کرده باشن. مقاله سوم این نویسنده فقط 2 بار استناد دریافت کرده. اگر مقاله سومش 1 بار دیگه استناد دریافت بکنه، اون وقت اچ ایندکس این نویسنده میتونه عدد 3 باشه. پس بنابراین بر اساس این اطلاعاتی که ما اینجا داریم، اچ ایندکس این نویسنده ما عدد 2 هست، به خاطر اینکه حد اکثر عددی که میتونستیم برای اچ به دست بیاریم عدد 2 بود. این نویسنده 2 مقاله داره که هر کدوم از اونها حداقل 2 بار استناد دریافت کرد. بر اساس تعریفی که داشتیم، شاخص I10 میشد تعداد مقالاتی که حداقل 10 بار استناد دریافت کرده باشه. این نویسنده ما 1 دونه مقاله داره که حداقل 10 بار استناد دریافت کرده و اون هم مقاله اولش هست که 23 بار استناد دریافت کرده. بنابراین شاخص I10 برای این نویسنده عدد 1 هست و اچ مدیان هم که میشد میانی اعدادی که شاخص اچ رو برای این نویسنده میسازند. از اونجایی که شاخص اچ این نویسنده عدد 2 هست و 2 یک عدد زوج هست و بخوایم میانش رو محاسبه بکنیم، گفتیم که قاعده‌ای که تعریف شده برای اچ مدیان این هستش که باید عدد زوج رو تقسیم بر 2 کرد و اونی که توی موقعیت نصف به علاوه 1 قرار میگیره اون میشود میانه. بنابراین 2 تقسیم بر 2 میشود 1 و باید به اضافه 1ش بکنیم، یعنی میشود 2. مقاله‌ای که توی موقعیت دوم قرار گرفته، اون تعداد استناداتش خواهد شد میانه، بنابراین عدد 3 خواهد شد اچ مدیان مربوط به نویسنده. اگر اچ ایندکس این نویسنده عدد 3 بود، اون وقت میانه اون خیلی به راحتی پیدا میشد و میانش همین عدد 3 بود که به عنوان وسط مربوط به این اعداد اون رو میتونستیم مشخص بکنیم. برای محاسبه شاخص G علاوه بر این که نیاز داریم که مقالات رو به صورت نزولی بر اساس تعداد استناداتش مرتب بکنیم، نیاز به یک سطر جدید داریم به نام مجموع استنادات. توی این سطر مجموع استنادات این نویسنده رو برای مقالات مختلفش یادداشت میکنیم. یک مقاله اولش 23 بار استناد دریافت کرده، 2 مقاله اولش در مجموع 26 بار استناد دریافت کرده، یک کدوم 23 و یکی دیگر 3 بار استناد دریافت کرده. 3 مقاله اولش در مجموع 28 بار استناد دریافت کرده، 4 مقاله اولش در مجموع 29 بار و 5 مقاله اولش در مجموع 29 بار استناد تونستن دریافت کنند. باید بزرگترین عددی رو دریافت بکنیم که مثلا اگر اون عدد رو G در نظر بگیریم، G به توان 2 بار مجموع استنادات مقالات این نویسنده باشه. خب می‌بینیم که G ایندکسش میتونه عدد 1 باشه، میتونه عدد 2 هم باشه، به خاطر اینکه 2 به توان 2 میشه 4 و این 2 تا مقاله اولش 26 بار استناد دریافت کرده که خیلی بیشتر از 4 هست. میتونه عدد 3 هم باشه، چون که 3 به توان 2 میشود 9 و این 3 تا مقاله اولش 28 بار استناد دریافت کرده. و همینطور اگر ادامه بدیم میبینیم که جی ایندکس این نویسنده عدد 5 خواهد شد، یعنی اینکه همه مقالاتی که داره، به خاطر اینکه 5 به توان 2 میشه 25 و تعداد مجموع استنادات این 5 مقالهش 29 که این از 25 بیشتر است. بنابراین جی ایندکس این نویسنده ما برابر با عدد 5 خواهد شد. توی مثال بعدی فرض رو بر این بذاریم که یک مجله داریم که تو سال 2015 10 تا مقاله منتشر کرده، تو سال 2016 14 تا مقاله، تو سال 2017 11 تا، در سال 2018 10 تا مقاله چاپ کرده و بالاخره در سال 2019 هم تعداد 10 تا مقاله رو چاپ کرده. و بعد تعداد استنادات مربوط به این مقالات رو هم داریم. میدونیم که 30 استناد دریافت کرده برای مقالاتی که تو سال 2015 منتشر کرده، یعنی برای این 10 مقاله‌ای که تو سال 2015 داشته 30 تا استناد دریافت کرده. 5 استناد داشته مربوط به سال 2016، 8 استناد به مقالاتش تو سال 2017، 20 استناد به مقالاتش تو سال 2018 و بالاخره 10 تا استناد هم برای مقالاتش تو سال 2019 دریافت کرده. و حالا میخوایم شاخص‌های IPP، IF و سایت اسکور رو برای این مجله تو سال 2018 محاسبه بکنیم. برای اینکه محاسبات رو بتونیم به صورت راحت‌تری انجام بدیم، نیاز داریم که این اعداد رو ابتدا توی یک جدول یادداشت بکنیم. این به ما کمک خواهد کرد که به صورت واضح‌تری بتونیم محاسباتمون رو انجام بدیم. بنابراین همچین جدولی آماده بکنیم که توی این جدول برای سال‌های مختلف مشخص کردیم که این مجله چند تا مقاله چاپ کرده و اون مقالاتی که چاپ کرده چند تا استناد تونستن دریافت بکنن. این اطلاعات رو بر اساس صورت سوال توی این جدول یادداشت می‌کنیم.
بر اساس تعریفی که داشتیم IPP رو اگر برای سال 2018 میخوایم محاسبه بکنیم، باید تعداد استناداتی که مقالات منتشر شده توسط این مجله توی 3 سال گذشته دریافت کردن رو تقسیم کنیم بر تعداد مقالاتی که داشته توی 3 سال گذشته. بنابراین اگر IPP رو برای سال 2018 داریم محاسبه میکنیم، تعداد استنادات مربوط به 3 سال گذشته یعنی 2017، 2016 و 2015 رو نیاز داریم. باید اینها رو با هم دیگه جمع بزنیم، یعنی 30 با 5 با 8 باید جمع میشود و تقسیم میشه بر تعداد مقالاتی که این مجله توی 3 سال گذشته داشته، یعنی 10 به علاوه 14 به علاوه 11. بنابراین خواهد شد 43 تقسیم بر 35 و تقریبا 1.23 برای IPPش به دست خواهد اومد. توی محاسبه ایمپکت فاکتور مشابه با IPP بود، منتها 2 سال گذشته رو شامل میشد. یعنی اگر ایمپکت فاکتور رو برای سال 2018 قرار محاسبه بکنیم، باید اطلاعات مربوط به 2 سال قبلش رو توی محاسباتمون دخالت بدیم. تعداد استناداتی که توی 2 سال گذشته دریافت کرده مقالاتش، یعنی 5 به اضافه 8 بار توی صورت کسر قرار میگیره و تعداد مقالاتش توی 2 سال گذشته میان توی مخرج کسر، یعنی اینکه عدد 14 و 11 با هم دیگه جمع خواهند شد و بنابراین تقریبا 52% به دست خواهد اومد برای ایمپکت فاکتور این مجله توی سال 2018. و برای محاسبه سایت اسکور در سال 2018 باید اطلاعات مربوط به 4 سال رو توی محاسبمون دخالت بدیم. منتها با این تفاوت که وقتی سایت اسکور رو برای سال 2018 داریم محاسبه میکنیم، اطلاعات مربوط به سال 2018 رو هم توی محاسباتمون دخالت میدیم. بنابراین سایت اسکور این مجله توی سال 2018 خواهد شد تعداد استناداتی که دریافت کرده توی 4 سالی که شامل 2018 هم میشه، یعنی اینکه 30 به اضافه 5 به اضافه 8 به اضافه 20 تعداد استناداتی که مربوط میشدن به مقالات این مجله توی این 4 ساله از سال 2015 تا 2018 تقسیم بر تعداد مقالاتی که این مجله توی این 4 سال داشته، یعنی اینکه 10 به اضافه 14 به اضافه 11 به اضافه 10 و بنابراین تقریبا عدد 1.14 برای سایت اسکور این مجله توی سال 2018 به دست خواهد اومد.